تست شماره 63 الکترون اتم هیدروژنی در تراز n برابر 5 قرار دارد. فرض کنید فقط گذارهای دلتا n برابر 1 مجاز باشند. در این صورت امکان گسیل چند فوتون فوتوسرخ وجود دارد. زمانی گسیل فوتون داریم که الکترون از تراز بالا به تراز پایین گذار کنه. زمانی که الکترون در تراز n برابر 5 هست میتونه به تراز 4، 3، 2، 1 گذار پیدا کنه. اما زمانی فوتون فوتوسرخ داریم که الکترون روی تراز 4 یا روی تراز 3 بیاد و از اونجایی که دلتا n برابر 1 هست از تراز 5 میتونه به تراز 4 بیاد. اینجا فوتون فوتوسرخ رو داریم. همچنین از تراز 4 به تراز 3 بیاد، چون فرض مسئله این بوده که دلتا n برابر 1 باشه، یعنی فقط یک پله میتونه پایین تر بیاد. بنابراین فقط 2 گذار امکان پذیر هست. گزینه 2 گزینه صحیح می باشد.